این مادر بیچاره از 4 اپریل تا امروز از غم دوری دخترک زیبای و یکتایش زار زار میگیرید. بنا به گفته این مادر غم دیده، دخترش مهرافروز در کورس اولی شعبه غیبانه یکی از فاکولته های دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل میکرده است. مهرافروز همراه مادرش در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 69 ناحیه اسماعیل سامانه به حیث لبرند کار کرده زندگیشان را پیش می بردند. روز 4 اپریل مهرافروز لباس زیبای چکن به بر کرده همراه دوگانه هایش به بزم گلهای باغی به نام استاد صدرالدین عینی رفت و دیگر برنگشت. الو، سلام علیکم. سلام علیکم. اپای گلخمار، ما شما از سامانه پرس تیجی تشویش میدهیم. اگر در یادتان باشد ما درباره مهرافروز نوار گرفته بودیم. اپا جان، مهرافروز پیدا شد؟ نه، پیدا نشد. یگان خط و خبر هست یا نه؟ نه، هیچ کس خبر نیست. حاضر نه با همون گلونی که کتوره همین مهرافروز رو بگستن که زنگ زدم پرسیدم که مهرافروز یگان کس خبر نشده پیدا. کی گفت که محبوب جان رفته که پول نبود همونجا دم صورتش رو بوده پخش کردیم. یگان کس خبر نیست. نه بیشتر زنگ زده جاب زده بود. اینی ها افتادم آنی در آلین یه طرف مزده طرفی بوشون طرفی کار شده دیگه نمیفهمم. بوشی طرفی رستم کار شده و مردم نیست وضعیت میده خواهد. این دویم ایده که دفتر من نیسته ای 4 اپریل همین روزه اینه 3 ماه همین ماه بسی 3 ماهی را نشده بودی 4 بیایه و 4 ماه میشه میگن کفته کن خواه رفته دن کفته 3 ماه خیلی نمیدونم این کجا شده این نمیومیم شد در کجا رفته کجا شده اون درک نیست. خاله جان، شما باوری دارید که مهرافروز یافت می شود؟ دلم میگه دختری من زنده یونه که وای راه نمیومد که یک تلفن کنه یا که یگان چی دلم میگه وای یک جای ده هست زنده اینه که محکم یک جای ده هست وای اگر آزاد میشد من در یک گونه با تلفن میخواد یوتیوب همه پخش شد صورتش همه جز پخش کرده گیم وای آزاد میشد از من در تلفن میکرد وای یک جای ده هست که نمیدونم.